یک شهروند ایران ادعا دارد که مراجعت او و همسرش برای بعد جوابگیری کشیدن عاملان لطوکوبی او در شهر وحدت تا حال از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان جداً بررسی نشده است. اکبر قهرمانشاه که تقریباً طول 10 سال اخیر در تاجیکستان زندگی میکند، روز 19 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حادثه روز 11 ایون در دره رامت شهر وحدت رخ داده است. با گفته او تاجر شناسش کشورشاه محمدوف آنها را برای یک معامله اقتصادی به ضیافت به این ناحیه برد. چیزی نشد، شاید در عرض 2-3 دقیقه از روبرو که با مشت و چیز یه مرتبه دیدم از پشت یه همچی چیز خورد تو صورت من که حالا به نظرم هم یه نفرش بود، هیکلی بود که خیلی هم حقارت کرد. به فکرم او بوده که میگن با ترکه زده، از او بادی تر زده. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 19 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت سنجش این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پیش میبرد. سرویناز نصرالدین و همسر اکبر قهرمانشاه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای تحقیق این حادثه به دادستانی و همچنین سفارت ایران در تاجیکستان مراجعت کرده است. از سفارت کنسولی امو ایران آمدن دیدن عرضه شاورما گرفتن رفتن. اما کشورشاه محمودوف که شاهد مناقشه شهروند ایران با شریک تاجیکش بوده است میگوید حادثه صرف معیشی است و با سبب مستی دو طرف رخ داده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا همراه با شهروند ایران درباره همکاری ها ملاقات داشتند و بعدا شام 11 ایون در به قول وی ضمن ضیافت در استراحتگاه زیران میان دو نفر اکبر قهرمانشاه و محمد یوسف محمدوف که هر دو سرخوش بودند زنازنی و دشنام یکدیگر شروع شد. برخلاف ادعای شهروند ایران کشورشاه محمدوف میگوید اکبر قهرمانشاه با محمد یوسف محمدوف در افتاده با یک ضرب جاغ او را شکسته است. به این ترتیب اکبر قهرمانشاه شهروند ایران حالا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه طبابت میگیرد و محمد یوسف محمدوف یکی از اشتراکچیان دیگر این قضیه حالا در بیمارخانه شهر وحدت بستری است. برای یوسفی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.